دوستان سلام، میخوایم که با هم یاد بگیریم که چطوری میتونیم با هوش مصنوعی موزیک بسازیم. موزیک اختصاصی خودمون رو توی هر کسب و کاری که هستیم میتونیم که بسازیم. خیلی به دردمون میخوره، خیلی به درد برندینگمون میخوره. مثلا فرض کنید که یک معلم زبان انگلیسی برای بچه‌های 4 تا 8 ساله مثلا، که حالا خیلی هم موضوع رو پیچیده نکنیم، بچه‌ها با موزیک بیان و زبان انگلیسی رو یاد بگیرن. خیلی تاثیرش بیشتره، چون که با تکرار کردنش و با ساخت موزیک بچه‌ها راحت‌تر میتونن زبان انگلیسی رو مثلا یاد بگیرن. یا اینکه هر کسب و کار دیگه‌ای که داشته باشین، مثلا کافه دارید، میخواین که موزیک اختصاصی خودتون رو توی کافه پخش بکنید، یا یه کسب و کاری دارید که مشتری‌ها اونجا مراجعه میکنن، مثلا میتونید که پیام‌های تبلیغاتیتون یا آیتم‌هایی که اونجا میخواین به مشتری‌ها معرفی کنید رو در قالب موزیک بهشون پخش کنید اونجا که اونها یاد بگیرن. خیلی سریع بریم سراغ این هوش مصنوعی. توی گوگل سونو AI یا سونو رو اینجا اگر که سرچ بکنید، این اولین چیزی که بهتون پیشنهاد میده رو روش کلیک بکنید تا باز بشه. خب وقتی که برای اولین بار وارد این هوش مصنوعی میشین، خب طبیعتا باید با یک جیمیلی خیلی راحت ترین که ساین اپ کنین. اینجا میخوایم ما ثبت ناممون رو انجام بدیم. اینجا این گزینه گوگل رو که بزنیم، با داشتن یه دونه جیمیل که حالا هممون داریم میتونیم ثبت نام بکنیم. خب همینطور که میبینین برای اولین بار که ما وارد شدیم، یه سری آموزش‌ها واسمون گذاشته که حالا از همون میپرسه که چه سبکی رو دنبال میکنید و اینا. ما با اینجاش کاری نداریم، اسکیپ میزنیم که رد بشه. حالا حتما این پروفایلتون رو سعی کنید که حالا پرش بکنید. خب این محیط خیلی ساده ای داره، یه جوریه که هر کسی با هر علمی که داشته باشه میتونه با این ابزار کار بکنه. این واقعا آموزش خیلی زیادی نداره. یه قسمت هوم داره که اینجا تمام کسانی که با سونو موزیک ساختن اینجا هستش، یعنی شما موزیک رو میتونید بسازید و با دیگران به اشتراک بذارید. نکته خیلی جالبش اینه که موزیک توی شرایط و قرارداد این هوش مصنوعی به نام شما این ثبت میشه، یعنی دیگه مشکل کپی رایت ندارید. البته ماهایی که داریم حالا به صورت رایگان ازش استفاده میکنیم، این موزیکی که ساخته میشه متعلق به سونو هست، ولی اگر شما حالا پولش رو بپردازید و حالا از اکانت پولیش استفاده کنید، این مسئله رو ندارید. ولی در کل مسئله خاصی نداره. حتی اگر هم که به نام شما نباشه، شما میتونید واسه تولید محتواتون ازش استفاده کنید. خب مثلا ما یکی از اینایی که الان خیلی هم الان ویو خورده رو با هم گوش بدیم. خیلی جالبه. اگر که ما بخوایم روی این کلیک کنیم، اینجا به همون آموزش، یعنی برامون نوشته که این چه چیزایی رو داره، یعنی اون متنش چیه و اینجا کامل نوشته شده. شما میتونید متن بدین و موزیکتون ساخته بشه. که مثلا الان این یکی از کاربرها این کار رو انجام داده. یعنی الان شما میتونید راحت به دسترسی داشته باشین به موزیک هایی که بقیه ساختن و ویو خوبی گرفته، مثلا 86K 71K میتونید اینها رو داشته باشید. حالا میخوایم خودمون درست بکنیم، باید چه کار کنیم؟ اینجا وقتی که روی هوم بزنید، خب یه حالت اکسپلور داره که بقیه رو موزیک های بقیه رو میتونید گوش بدین. گزینه پایینش کریت هست که اینجا من میخوام که مثلا به عنوان
آموزش زبان انگلیسی میخوام بدم به بچه‌های خیلی کوچیک. اینها مثلا میخوان روزهای هفته رو یاد بگیرن، چه بهتره که با موزیک این کار رو انجام بدن. اینجا مثلا من اومدم توی این قسمت من اومدم اینجا نوشتم واسهش Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday و روزهای هفته رو نوشتم و مثلا گفتم اینها روزهای هفته هستن، دوباره با من تکرار کن. دوباره اومدم این روزهای هفته رو واسهش گذاشتم. اگر این گزینه رو اینجا فعالش بکنین، یک موزیک بدون کلام واسهتون میسازه که همونطور که بهتون گفتم در اول این ویدیو، مثلا واسه یک کافه خیلی این جواب میده که شما مثلا سبک رو انتخاب میکنید، فقط موزیک خالی رو واسهتون میسازه. این قسمت پایینش استایل ها هست که شما میتونید بهش بگین که چه سبکی داشته باشه، از چه آلات موسیقی توی موزیک استفاده بشه، تون باشه، یواش باشه، رپ باشه، راک باشه، دیگه پاپ باشه. من اینجا مشخص کردم که این سبک بچه ها باشه، آرام باشه، موزیک خیلی یواش باشه، چون بچه ها وقتی که میخوان مثلا روزهای هفته رو یاد بگیرن خیلی بهتره که شمرده و به صورت خیلی آهسته موزیک پلی بشه که بچه ها بتونن این رو ملکه ذهنشون بذارن و مثلا مودش چه جوری باشه واسه بچه ها باشه. و اینجا هم خودش یه سری گزینه ها بهتون داده که به چه صورت باشه. اینجا میتونین که اینجا انتخاب کنین که چه سبکی رو میخواین. اگر هم این رو بزنین حالت رفرش داره که حالا اگر چیزی رو فراموش کردیم بتونین از این گزینه ها استفاده کنیم. اینجا هم ما میتونیم یک نام واسه موزیکمون بذاریم، مثلا دیز ویکو میذارم، کرییت رو میزنم که موزیک رو واسم بسازه. هر بار که شما این دکمه کرییت رو بزنید 2 تا موزیک واسه شما ساخته میشه. در طول روز شما یه تعداد محدودی میتونید از این هوش مصنوعی استفاده کنید، ولی کار رو راه میندازه. یه چیز حالا تقلبم بگم، اگر شما جیمیل های زیادی دارید میتونید که زیادتر ازش استفاده کنید. این رو هم بگم. فقط یه مسئله دیگه، این بالا واسمون ورژن رو زده. ورژن های بالاتر از 3.5 که الان اینجا انتخاب کرده پولی هستن، یعنی برای داشتن اینها باید اشتراک پرو رو داشته باشید. و اینجا ما 2 تا گزینه داره این بالا، یکی سیمپل هست، یکی کاستوم. کاستوم چیه؟ این که شما مثلا میخواید که استایل رو خودتون انتخاب کنید، مثلا متن موزیکتون رو خودتون اینجا بنویسید، بیشتر میتونید روش مانور بدین. ولی اگر به صورت سیمپل ساده باشه، این دیگه فقط شما میتونید اینجا موزیکتون رو، اون متن موسیقیتون رو بنویسید اینجا و اینجا مثلا بگید که چه استایلی داشته باشه، مثلا چه سبکی رو داشته باشه، به چه صورت باشه، از اینجا میتونید انتخاب کنید. حالا من کاستوم رو انتخاب کردم که بتونم اینجا خودم استایلا رو بنویسم و واسم بسازه. خب واسمون ساخته الان 2 تا اینا چیزایی که از قبل باهاش ساخته شده. اولی رو پلی میکنیم. Sunday, Monday, Sunday, Wednesday, Thursday, Command or Queen, Saturday. There are 7 days in a week. Now it's your turn. Are you ready? 1, 2, 3, sing with me. Monday, Monday. خب من این موزیکا رو دانلود میکنم میذارم توی کانال تلگرام کامل، گوشش بدین، ویدیو رو زیاد طولانی نکنیم. این قسمت هم اینجا 2 دقیقه هم اینجا واسه هم ساخته، بذارین این هم پلی کنیم.
Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday. There are 7 days in a week. اینجا من اگر که بخوام هر کدوم از این موزیکا رو که واسم ساخته رو بخوام دانلودش کنم، اینجا این قسمت این 3 نقطه رو که بزنیم اینجا میتونیم دانلود کنیم، MP3 اودیو و دانلود انیوی. خب بخش پایینی ها رو با هم دیگه یک چکی بکنیم. البته کامل تموم شد دیگه، واقعا تموم شد. ما همه این هوش مصنوعی رو با هم دیگه آموزش دیدیم. فقط چند تا مسئله خیلی کوچیک اینجا بهتون بگم. اینجا کتابخونه‌شه که مثلا ما موزیکایی که ساختیم رو میتونیم اینجا ببینیم، پلیلیست درست بکنیم، پلیلیستایی که لایک کردیم رو ببینیم، چه کسانی رو فالو میکنیم. اینا همونایی هستن که توی بخش هوم موزیکا رو ساخته بودن. مثلا ما میتونیم اونها رو فالو بکنیم مثل اینستاگرام، بعد با هم دیگه تبادل بکنیم، ببینیم که چی ساختن چی نساختن و از این حرفا. یه بخش اکسپلور داره که مثلا شما میتونید انتخاب کنید که چه موزیکی رو میخواید از تمام این موزیک هایی که سبک هایی که اینجا وجود داره، میتونید یکیش رو انتخاب کنید و مثلا سبک سامبا هست. فکر نکنم دیگه چیزی مونده باشه که بهتون نگفته باشم. اگر که بخواید که واسه کسب و کارتون موزیک اختصاصی داشته باشین خیلی به دردتون میخوره. حالا نه تنها مثلا ما الان یک معلم زبان انگلیسی برای بچه ها رو مثال زدیم، ولی توی هر کسب و کاری که هستین ساخت موزیک اختصاصی، اونم وقتی که متنش رو خودتون نوشته باشین خیلی به کسب و کارتون کمک میکنه. تا ویدیوی بعدی و آموزش دیگه، بدرود.